شنوندگان گرامی، خوش آمده به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز. پلیس در مرگ عمرعلی 5 ماهه گناهکار نیست. اظهارات اخیر ریاست امور داخلی سنت پترزبورگ. بازداشت 500 مهاجر را در شهر مسکو کارشناسان همچون جواب روسیه به عکس‌العمل جامعه مدنی تاجیکستان آمیدند. کاربران اینترنت موقع راهبریت کشور را نسبت به مرگ طفل تاجیک خیلی بد بهاگذاری کردند. امام علی رحمان در آزمون اطلس و ادرس تاجیک اشتراک نمود. ملاقات های محیدین کبیری در اروپا و سخنرانی در دانشگاه هایدلبرگ آلمان. ریاست وزارت امور داخلی روسیه در شهر سنت پترزبورگ بگاهی 21 اکتبر با پخش یک بیانیه دست داشتن مامورین پلیس را در مرگ کودک 5 ماهه تاجیک انکار کرده است. ویاچسلاو ستیپچنکو سخنگوی ریاست امور داخلی سنت پترزبورگ با خبرگزاری ریانا نووستی گفته است در اداره خدمات مهاجرت ناحیه ادمیرالتی شهر پترزبورگ حالتی که به کودک آسیب جدی رسانیده و باعث مرگ او شده است به مشاهده نرسیده است. چون این خلاصه در نتیجه گذرانیدن سنجش داخلی برآورده شده است. در بیانیه گفته می شود که ضمن تحقیق حادثه 13 اکتبر نوارهای دوربین بیرون و داخل آموخته شده معین کرده شده است که مامورین پلیس پس از جدا کردن کودک از مادر موافق قاعده یاری تعجیلی را دعوت کردند. ریاست کارهای داخلی سنت پترزبورگ عامل مرگ عمرعلی نظروی 5 ماهه را گرفتار ویروس راه نفس چنانچه که قبلا بیمارخانه کودکانه تسیمبالین اعلان کرده بود نامیده است. خبر مرگ کودک 5 ماهه تاجیک سر و صدای را در جامعه به میان آورد. وزارت امور خارجه روسیه پاول استاخوف وکالتدار حقوق کودک این کشور در این زمینه با نامه به وزارت امور داخلی، خدمات مهاجرت، وزارت تندرستی و دادستان کل کشور ارسال کردند. سلطان حمزایف عضو اتاق جمعیت روسیه روز گذشته به ریانا نووستی گفت که این قضیه را تحت نظارت خواهد گرفت. او از ولادیمیر کالاکولتس وزیر امور داخلی خواستار بازرسی آشکار و بازداشتن کارمندان حفظ حقوق عامل این حادثه شده است. تفتیش این قضیه را کمیته بازرسی روسیه به عهده گرفته و طبق اطلاع مقدمات بیماری شدید ویروس منجر به مرگ عمرعلی شده است. همزمان پلیس تفتیش داخلی اداره را آغاز کرده است. نماینده ریاست امور داخلی شهر سنت پترزبورگ گفته است حالا امکان پیشنهاد نوارهای ویدیویی دوربین‌های نظارتی به اهل جامعه نیز بررسی می شود. در برابر سر و سوداها اطراف مرگ عمرعلی 5 ماهه در رسانه‌های روسیه خبرهای منفی نسبت شهروندان تاجیکستان یک باره افزایش گرفته است. از بازداشت 20 شهروند تاجیکستان به اتهام رابطه با حزب التحریر روز گذشته، امروز وزارت امور داخلی روسیه درباره بازداشت 500 مهاجر مهنتی خبر داد. طبق اطلاع مقامات مسکو، کارمندان پلیس شهر یکجا با کارمندان خدمات مهاجرت میدان ساختمانی واقع در کوچه زرچنای مسکو را احاطه کرده 500 مهاجر مهنتی را بازداشت نمودند. مقامات مسکو میگویند این ری در پی افزایش حالتهای راهزنی شبانه و بازداشت 2 شهروند تاجیکستان راه اندازی شده است، زیرا بازداشت شدگان محض در واگن‌های ساختمان این انشاءات اقامت داشتند. در گزارش تلویزیونی خبرنگار با تاکید به تابعیت جنایتکارانه میگوید فعلا دست داشتن 2 شهروند تاجیکستان در 5 حالت حمله شبانه به زنان ثابت شده است که بعد تهدید و لطوکوب مبلغ و دیگر اشیاء قیمت‌های جبردیده را گرفته فرار می‌کردند. مقامات روسیه میگوید فعلا علیه بازداشت شده به اتهامات راهزنی پرونده جنایی باز شده به آنها تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. در همین حال امروز خدمات فدرالی مهاجرت درباره خارج کردن 2 عائله تاجیک با 9 کودکش از قلمرو روسیه اعلام کرده است. خدمات مهاجرت ولایت کمیروف خبر داده است که 2 عائله تاجیک را برای نقض قاعده‌های حضور در روسیه بازپس به تاجیکستان فرستادند. طبق اطلاع این نهاد یکی از عائله‌های اخراج شده دارای 7 کودک نابالغ بوده است که 5 تن آنها در روسیه تولد شدند. کارشناسان تاجیک بازداشت‌ها و چاره‌بینی‌های گسترده مقامات روسیه را به عکس‌العمل جامعه مدنی تاجیکستان به مرگ طفل 5 ماهه علاقه‌مند می‌دانند. رادیو آزادی در این باره فکر یکی از فعالان سابقه‌دار جامعه شهروندی آیین‌نیهال بابانظرова را در صفحه خود نشر کرده است. با گفته خانم بابانظرova واکنش نشان دادن و حمایت کردن حقوق مهاجران این وظیفه اصلی رئیس جمهور، حکومت، پارلمان، ابودسمن و خدمات مهاجرت و دیگر وزارت‌ها است.
خانم بابانظر و معتقد است که وقتی حکومت تاجیکستان به اقدام و رفتارهای مقامات و نهادهای روسیه واکنش نشان نمی‌دهد، البته که روسیه شیرک می‌شود و باز هم از فشار کار می‌گیرد. همزمان خبرگزاری تاج نیوز در پی مرگ عمرعلی نظروف در صفحه خود پرسش گذرانیده است که از بی‌طرفی رهبریت تاجیکستان سوال می‌شود. از خوانندگان دقیقاً پرسیده می‌شود که خاموشی پرزیدنت به مرگ عمر 5 ماهه چگونه قبول دارید. در پرسش تا بگاهی روز 22 زیاده از 160 نفر اشتراک کرده بیشتر از 50% خوانندگان موقع رئیس جمهور را خیلی بد نامیدند. 37% خوانندگان خاموشی پرزیدنت را بد نامیدند. امروز رئیس جمهور امامعلی رحمان در فستیوال اطلس و ادرس 2015 در قصر ارباب ناحیه باباجان غفورov اشتراک کرد. در این چهاربینی 9 نفر طراح از شهرهای ناحیه‌های ولایتی سوق لباس‌های ملی را که از نوع‌های گوناگون اطلس و ادرس دوخته شده بودند پیشنهاد حاضری نمودند. رئیس جمهور به مسئول کاری دست هنرمندان بهای بلند داد. در این همایش طراحان از 3 نامگوی متاع گوناگون اطلس و ادرس کورتاها را با طرح‌های ملی و حاضر زمان دوخته پیشکش اهل نشست کردند. ذکر گردید که عین زمان در ولایت سوخت 80 مرکز اطلس و ادرس بافی بنیاد یافته است و تا آخر سال این شماره باید به 150 عدد رسانیده شود. عین حال نزدیک 600 نفر زنان و دختران به هنرآموزی جلب گشتند که در مدت کوتاه همچون متخصص به جای کار دائمی تامین می‌گردند. در آخر برنامه به اشتراکچیان موفق و غالی برای بافتن اطلس و ادرس خوشصفت جایزه در حجم 10 و 8000 سومانی معین کرده شده بود که آن را امامعلی رحمان در وضعیت تنتنوی تقدیم کرد. او همچنین پیشنهاد نمود که فستیوال اطلس و ادرس منبع در سطح ولایتی نه بلکه در سراسر جمهوری گذرانیده شود. محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هفته گذشته در یکچند کشورهای اروپا با مسئولین و دیپلمات‌ها از جمله از اتحاد اروپا، پارلمان و وزیران خارجه آلمان و شویتزاریا ملاقات دایر نمود. در سامانه پیام گفته می شود که موضوع اساسی این ملاقات‌ها وضع منطقه آسیای مرکزی و تاجیکستان، حادثه‌های اخیر کشور، وضع اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به خصوص زندانیان اینچنین عاقبت‌های منگشت فعالیت این حزب از طرف مقامات تاجیکستان بررسی شد. محیدین کبیری مسئله به تهمت زندان شدن دهها مسئول و فعالان همزبانش اینچنین وکیل دفاعی آنها بزرگمیریاروف مطرح کرده اظهار نمود که حزب فعالیت خود را مثل پیشینه تنها برای مسئولیت‌آمیز و در چارچوب قانون بین المللی و کشورهای موجوده ادامه خواهد داد و تا حد امکان سد راه پیوستن جوانان به سازمان‌های افراطی خواهد گشت. مسئولین بلندپایه اروپا در دیدار با محیدین کبیری از وضع کنونی تاجیکستان و به خصوص حادثه‌های اطراف حزب در تاجیکستان ممنوع اسلامی اظهار نگرانی کرده ابراز داشت که سوء استفاده از حادثه‌های اخیر برای سرکوبی رقیبان سیاسی میتوانند باعث ناراضگی بیشتر جامعه و رشد بی‌سرپیش افراطگرایی گردد. این مسئولین بلندپایه با تاکید بر اینکه نیت را همچون نیروی معتدل و سازنده میشناسند یادآور شدند. متهم کردن چنین نیرو به اکستریمیسم یا تروریسم به واقعیت موافق نیست. در دیدار این سفرها محیدین کبیری در دانشگاه هایدلبرگ آلمان در جامعه کارشناسان و دانشجویان اطراف وضعیت منطقه آسیای مرکزی و روندهای سیاسی اینچنین تأثیر آن به اروپا سخنرانی کرده به سوالهای زیادی اشتراکچیان جواب گفت. با گزارش سامانه پیامنت پس از جلسه نخستین شورای سیاسی نیت در خارج کشور و قبول کارهای لازمه فعالیت مسئولین حزب در سمت معین شده از طرف شورای سیاسی آغاز شده است. برای فروختن یک بازی یا در معاملات پولی از حق داوری به مدت 30 روز محروم شدن داور تاجیک پرویز مرتضایف از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا، ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی با معامله صورت گرفته را افشا نکرده است. رئیس کمیته انتظامی کنفدراسیون فوتبال آسیا به قرار آمد که داور تاجیک پرویز مرتضایف به خاطر سازمان دادن معامله در بازی به مدت 30 روز از وظیفه برکنار می شود آمده است در خبر. رد صلاحیت اولا تنها به بازی ها داخل دارد که زیر نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آسیا می‌گذرد. مسئولین فوتبال آسیا گفتند که تحقیق این مسئله هنوز پایان نرفته است و قرار نهایی تنها بعد انجام آن صادر می شود. در صورتی به دراز کشیدن تحقیق می تواند باز 20 روز دیگر قرار تمدید کنند. این سازمان گفته است که الکی به فیفا درخواستی را کرده است و خواستار آن شده است که رد صلاحیت را به همه بازی ها جاری کند. پرویز مرتضایف
27 ساله زاده دوشنبه بوده. مدعی وارد شدن بر روی خط داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2016 بود. تا این زمان دو زینه اصلی آموزشی را گذشته است. قرار بود که آخر ماه سپتامبر در آخرین دوره آموزشی داوران شرکت کنند. حالا از تاجیکستان در کنفدراسیون فوتبال تاجیکستان تنها بهرام سعدالله‌وی 41 ساله داوری میکند. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی امروز به پایان میرسد. تا بخش‌های نوبتی، خدا مددگارتان.